هر اتفاقی که افتاده ریوا شرایط سختی رو گذرونده. اون وقت تو میگی پالاک کاری نکرده؟ پالاک باید همه چی رو به ریتویک میگفت تا اون بتونه سریع تصمیم بگیره. اگه من جای پالاک بودم هر اتفاقی که افتاده بود و به ریتویک میگفتم، چون خواهرش وضعیت بدی بود. این اسمش دوستیه. پالاک خیلی به ریتویک نزدیک شده بود. ریتویک هم بهش اعتماد کرد و واقعا اونو دوست خودشونست، چون چند بار بهم گفت که پالاک این کارو کرد، پالاک این حرفو زد. ولی داستان سامر و رادیکا ربطی به پالاک نداشت. خودشون این تصمیمو گرفتن. همه مردم عاشق میشن و ازدواج میکنن، خیلی طبیعیه. ریوا باید اینو بفهمه. درسته، این خودت. ببخشید. منظورم اینه که تو هم قبلا عاشق بودی، بهت خیانت کرد و ولش کردی. پس چرا نمیفهمی؟ فراموشش کن شیتا، فراموشش کن. داریم راجع به ریوا حرف میزنیم یا من دارم راجع به خودمون حرف میزنم. ببین من از تو خوشم اومده و تو اینجایی، پس چرا ما چیزی به اسم ما وجود نداره. فهمیدی؟ چرا نه؟ تو بهم بگو اگه چیزی بین ما نیست پس ما اینجا چی کار میکنیم؟ چرا ما همیشه با همیم؟ تظاهر نکن. باشه، منم ازت خوشم میاد، ولی نمیشه رابطمون بیشتر از این باشه. یعنی اما خوشش اومده؟ همین مهمه. خیلی خوبه. کار تو واقعا عالیه. مطمئنم کمدت هم این کارت مرتبه. باورم نمیشه. امروز چت شده دختر؟ عادت نداری کمدتو مرتب کنی؟ آره، از امروز کمدم مرتب میمونه. بگیر. قهوه؟ نه، میل ندارم. چی شده؟ میدونستی اینو یه بار تو دفتر پوشیدم و ریتویک بهم گفت چرا رومیزی تنت کردی؟ دیگه نپوشیدمش. چرا فکر میکنه شبیه رومیزیه؟ اون دوستمه، درسته؟ واسه همین فردا این لباسو تنم میکنه. باشه بپوشش، ولی لزومی نداره گریه کنی. تو کاری رو کردی که فکر میکردی درسته و اونم تو رو اشتباه فهمید. الانم که استفاده دادی و کار جدید پیدا میکنی. دوستای کار قبلیت هم بهت میگن برگرد، درسته؟ پس نگران نباش، میگذره. با تو فردا میرم دنبال کار جدید. خیلی خوبه، بگیر بخوریم. شیتا، اون کارم خیلی خوب بود. واقعا بهم خوش میگذشت. احساس میکنم که دلم خیلی براش تنگ شد. دلت برای کار تنگ میشه یا ریتویک؟ خیلی ممنون. شب خیلی قشنگی میشه مگه نه؟ ریتویک داستان چیه؟ واقعا نمیدونم. هنوز به همون دختره فکر میکنی؟ دختری که اون روز تو دفتر اذیتت کرد؟ میدونی چیه؟ ما با هم دوست شده بودیم. اشتباه از من بود. تو نمیتونی بهش فکر نکنی. معلومه ذهنتو درگیر کرده. شاید چند بار گفته باشم. من ازش متنفرم. دیگه هیچ دوستی بین من و اون نیست. ریتویک برای تو بیشتر از یه دوست بود. تو بهش اعتماد داشتی، همون قدری که اون بهت اعتماد داشت. پالاک نگونم. هیچ کس بهتر از من تو رو نمیشناسه. چرا همه خواستگارا رو رد کردی؟ چون هیچ کدوم نتونستن اعتماد تو به دست بیارن، مگه نه؟ درست میگم؟ ریتویک، توی این مدت هیچ دختری نتونست وارد قلبت بشه. پس این دختر خاصه. چیه؟ حق با منه مگه نه؟ پسر خاص. نه خاص نیست، همش حرف مفته. میدونی چیه؟ همش حرف مفته. اون دختر هیچ جای تو زندگی من نداره. ببین من ازش متنفرم و خیلی به من ضربه زد. تو خیلی وابسته پالاک شدی. مرحله عشق چیه؟ مرحله اول جذب شدن و دومیش
وابستگی و بعدش عشق. و بعد از اون اعتماد. من فکر کنم که میتونم بهت اعتماد کنم. این حرفا رو بدون این که خودم بفهمم زدم. عبادت، شوق، دیوونگی، صبوری. بچه ها شام آماده است. وای این جانب شام امشب رو درست کردم. واسه همینم تا قبل از اینکه کسی بیاد زود بخورین تموم شه. دقیقاً. میدونین میخوام یه اعترافی بکنم. آشپزی کار خیلی سختیه. حق این باشه. عمل جراحی میمونه. واقعا این عمل میمونه چون بعد خوردنش احساس خوشبختی میکنی. میدونی دیگه چرا مهمه؟ چرا؟ چون که راه ورود به قلب یه مرده. ببین عزیزم، البته عشق فرق میکنه. چی؟ نوش جونتون. یعنی به جز غذا راههای دیگه هم هست که دل مردو باهاش ببری. خب آقای ریشاب، غزل گفتنتون تموم شد؟ بخور و ساکت باش. راستی داشتی یادم میرفت اون کتابی که بهم دادی و یادت هستش رنگی از شوقاره. آره یادمه، هنوز هیچی ازش نشونم ندادی. ریشاب شوخی نمی کنم، اون کتابو گیرش نمیارم، نمیدونم کجاست. عزیزم مشکلی نیست، برات یکی دیگه میارم، قصه نخور. که اینطور یه کتاب دیگه برام میاری. آره اون جمله عاشقانه‌ای که صفحه اولش بود یادته؟ خودت نوشته بودی. آره اون جمله خیلی عاشقانه بود ولی خیلی بی‌پروا بود. اگه یکی ببینه آبرمون میره. ریشاب فهمیدی؟ الان فهمیدم. لعنتی تو چجوری اون کتابو گم کردی؟ ولی اشتباه کردی. تو انگار نمیدونی که خانواده ما چقدر عجیبن ها. اگه اون جمله رو بخونن ساکت نمیشینن، برای همه خانواده میخوننش. پاشو زمان هدر نده، پاشو رو پیداش کن. شام میرم دیگه. نه عزیزم، شاید یکی پیداش کنه. پاشو ببینم. ریشاب عزیزم باشه. بگو ببینم دخترم، پسر جوونه پسر جگنتیه؟ بابا زمان زیادی گذشته، فراموشش کن. وقتی دختر کوچیکی بودی هر وقت به اون پسر نگاه میکردم اسم میکردم خیلی ازت خوشش اومده. وقتی میومد اینجا میخواستم بزنم با مشت دماغشو بشکنم. تو محشری همیشه رو من حساس بودی و مراقبم بودی. با این وجود نتونستم تو همچین شرایطی ازت حمایت کافی بکنم. بیا اینجا دیگه این حرفا رو نزن باشه؟ دوست دارم. راستش میدونی روش برخوردت باعث شد بهت افتخار کنم. اعتماد به نفس تو از دست ندادی و رو پاهات وایسادی. واقعا عالی بود. بهت قول میدم یکی رو برات پیدا کنم که از همه لحاظ از سامر بهتر باشه. باور کن. مطمئنم عزیزم. میدونی چیه؟ باید درس بگیری. نمیتونی زندگی تو خراب کنی و صبر کنی یه نفر قبولت کنه یا نه. دخترم، چه این که با کسی باشی یا نباشی، نباید به هر رابطه ای اهمیت زیادی بدی. یادت باشه مهمترین رابطه در هر زمانی رابطه انسان با خودشه. 100% درسته. همیشه مگه نه؟ یادم من شوخی نمی کنم بیجی، به کسی نیاز ندارم. من چی؟ حتی تو. چی؟ شنیدی چی گفت؟ مشکلی نیست بابا، من اینجا. آره عزیز دلم، داشتم فکر میکردم که باید داداشم با آنایا ازدواج کنه تا بهترین دوستم همیشه پیشم بمونه. واقعا خیلی خودخواهی. میخوای دوست نزدیکت همیشه تو این خونه بمونه، نه؟ یعنی ازدواجشون اصلا برات مهم نیست؟ بدجنس مهمترین چیز برای من ازدواج اوناست. واقعا اینقدر دوستش داری؟ تو مشکلی داری؟ دوست داره. گوش کن ببین چی دارم میگم. مادر بزرگ یه چیزی راجع به اون کتاب بهتون بگم. آره برای چرا؟ راستش اینه که اون کتاب اصلا مناسب شما نیستش. تو میتونی بخونیش وقت من چرا نه؟ نه مادر بزرگ قول میدم یه کتاب دیگه براتون بیارم، ولی این کتاب مناسب شما نیست. باشه الان برش میگردونی. مادر جمله‌ای که ریشاب رو صفحه اول برات نوشته بود و خوندم.
عزیزم سانچیو حرفایی که نمیتونم بگم. باشه مادر بزرگ. این حرفا چیه میزنی؟ مادر بزرگ خواهش میکنم شما از این خوشتون اومد یه دونه براتون میخرم. باشه فقط این جمله رو مثل یه راز پیش خودت نگه میداری. فول میدی؟ فول میدم حتما. باشه وقتی خوندمش بعدش میگردم. یه دونه هم برای شما میخرم حتما بهتون قول میدم. ای بابا ببینم اون جمله چی بود؟ آره معذرت میخوام. مشکلی چیه تو؟ فقط حسودیش میشه. چه خبر؟ اونم که داره همه وقتشو با تلفن میگذرونه. شاید رفته روسیه با یه دختری آشنا شده. آخه دخترای روس خیلی خوبه داداش. حداقل یکم منو به حال خودم میذاره. ولی من میرم پیشش. آره باشه. باش تماس میگیرم و همه چی رو ازش میپرسم. بگو ببینم داداش، مشکل زمین تو حل کردی؟ الان که نه، مشکلاتش حل نشده. میدونی که ساخت و ساز چجوریه. اون معلمه هنوز زمین تو میخواد؟ یه سری اطلاعات راجبش جمع کردم، اطلاعات بیشتری هم میگیرم، راهی برای حل این مشکل پیدا میکنم. همیشه تو کار مشکلات وجود داره. کار ما اینه که همشو حل کنیم. کار تو هم حل میشه. بریم با هم یه چیزی بخوریم. بریم. ریوا آنا یا بیای. صبح بخیر. بیاید میخوایم صبحونه بخوریم. ریتویک بیا دیگه. شما مثل این که نمیخوایم برین سر کار. بابا پیشنهاد ریتویک اینه که قرارداد جدیدی برای شرکت دارویی لندن برای داروی جدید بفرستیم و البته حتما هم باید امروز بریم اونجا. البته میتونیم ما دوتا هم بفرستی اگه بخوای. ولی به نظرم اونا باید بیان اینجا. چرا شما میخواین بریم؟ تصمیممو گرفتم بابا، باید برم. خیلی زود تصمیم گرفتی دخترم. 3 ماه تو بمبئی؟ درسته بابا، برنامه خیلی خوبیه، خیلی معتبره. این فرصت زیاد نصیبم نمیشه. چرا یهویی تصمیم گرفتی بری لندن؟ یهویی نبود، خیلی وقت تو فکرمه برم. من خوشحالم، چیزای زیادی تو بمبئی یاد میگیرم و تجربه میکنم بابا. داری فرار میکنی؟ چی؟ فرار میکنه؟ از دست کی؟ خودش بهتون گفت. چی دارین میگین؟ برای کار داریم میریم. بگو ببینم، یعنی حتما باید بریم؟ باید بریم بابا. داشتم فکر میکردم بریم تکنولوژیشونو ببینیم، کارشونو ببینیم و یه ماه دیگه هم برای قراردادهای بزرگتر از این آماده بشیم. همین فکر خوبیه. فکر محشر خیلی مهمیه. خیلی خوبه. میدونی چیه؟ فکر خیلی خوبیه. بیا اینو بگیر. این چیه؟ لیست خریدایی که میخوام. اینم لیست خرید منه. باید بریم هتل هاریس و هیچی هم نباید یادتون بره. لباسای خیلی خوشگلی دارن و مهمه که اندازم بشه. آره همه اندازه رو تو پرده فروشی دارن. نگران نباش. نکنه قط. برام ایمیلش کنید. نمیتونم اینجوری ببرمشون. ریتویک ایمیل فایده نداره. تو اون دوتا رو میشناسی، راحتت نمیذارن. یه روز بهت زنگ میزنن میگن فلان لباسو میخوایم، فلان رنگو میخوایم. این حرف درست نیست. زن تا داشت زنگ میزنیم حالش رو بپرسی، فقط همین. ما خیلی دوست داریم. حرفتون خیلی قشنگ بود ولی من زن داداشتونم، دوست داشتنتون رو میشناسم. یالا بیایید غذاتون رو بخورید تموم کنید. این اصلا درست نیست دیگه. ریتویک میخواستم بگم که منم یه لیستی آماده کردم. اصلا زیاد نیستن، فقط الان بدم یا بعدن؟ ایمیلش کن. ایمیل کنم؟ خیلی خب یه لحظه بذاریم یه چیزی رو براتون روشن کنم. مسئول خرید داداشم ریتویک. من فقط میرم تو کافه، از من چیزی نخواین باشه؟ تو رو خدا میبینی زن داداش انگار خیلی خوشحاله یه ماه میخواد بره لندن. زشته. نه. دو تا پسرم دارم میرم مسافرت. آخه من اینجا چیکار کنم؟ بابا مگه من اینجا تو نیستم؟ ممکنه هر لحظه فراموش بشی. غذاتو تموم کنه. نبینش همش داره منو میزنه. یه چیزی بهش بگو دیگه. بابا خیلی دیرم شده، باید وسایلمو جمع کنم و سری برم دفتر. بله مامان. من هنوز ازت نپرسیدم. ناراحت به نظر میای. چی شده؟ چیزی نیست مامان. منم میخواستم همین ازش بپرسم ولی جواب نمیده. چون تو اینجایی خودت این کارو بکن. ولی شماها همتون بدون دلیل نگرانید. فقط نگرانی مسافرت. نگران سفری. این نگران دوست دخترش و کارش نمیشه. میتونه نگران سفرم نباشه. تصمیم شماست. ولی من مطمئنم یه چیزی شده. مامان مجبورش کن حرف بزنه. میدونم پسرام قویان و میتونن هر فشاری رو تحمل کنن، هر چقدرم سخت باشه. ولی من مادرتم. میدونم داری دروغ میگی. راضی شدی؟ نه، سعی نکن بپیچونی. مامان، داداش، شما از من مراقبت کردین وقتی میگم میزنم تا برای چی احساسیش میکنی قضیه رو؟
یعنی چی فکر کردی این حرفا رو میزنی به خودت؟ تو همیشه آخر حرفات میگی ما یه خانواده ایم. آخه تو دیوونه ای. مامان ببین مشکلش چیه؟ میخواد بابا بزرگ خانواده باشه، به همه برسه، میخواد همه تو زندگیشون خوشحال باشن. چقدر میخوای به فکر بقیه باشی؟ پس خودت چی؟ خوشحال باش مرد. من منتظرم. مادر واقعا هیچی نیست. من فقط یه کمی زیادی احساساتی شدم و بهت گفتم ریشا میتونم برم جلسه؟ خیلی دیرم شده. عزیزم یه لحظه ببینم تو وسایل من آماده کردی. سعی کردم همه وسایل تو جدا کنم ولی خیلی دیرم شده، باید برم عزیزم. مشکل چیه ریشا؟ نمیتونی چمدوناتو ببندی؟ اون زنته، کارمندت نیست که چمدوناتو ببنده. باشه میخندی؟ من فقط ازش کمک خواستم، سری بهم گیر میدین برای چی آخه؟ ببخشید هیچ کس جز تو کار نداره؟ کار خانمت از امروز شروع میشه، اولین مصاحبهشه، به جای اینکه کمکش کنی ازش بخوای چمدوناتو ببنده. خیلی ممنونم، تو واقعا محشری مامان. یه مرد با خانومش باید کنار هم راه برن، نه پشت سر هم. چشم مامان، دوست دارم. ببخشید. خب پس ریشاب خودت وسایلتو جمع کن. نگران نباش عزیزم، خودم وسایلمو جمع میکنم. خیلی خوب، ممنون عزیزم. من خیلی دیرم شده، بعدم میبینم تو. خب حالا بگو. واقعا چیزی نیست مامان. باشه قول میدم اگه هر چیزی باشه اول به تو میگم. الانم باید با داداشم برم شرکت، بعدشم که دیگه پرواز دارم. میدونی که نباید دیر کنم. بعدم میبینمت عزیزم. موفق باشی. اینجوری نکن شیتا. پالاک نرو لطفاً. این بچه بازی ها چیه؟ بچه بازی؟ آره بچه بازی. من دارم بچه بازی میکنم. تو درست میگی. تو به خاطر اون داری میری، اینجوری خوب نمیشی. درستی ممکنه من به خاطر تو زندگی ریتیکو سیاه کنم، چون تو به خاطر اون داری فرار میکنی. نه شیتا، داستان این نیست. فقط دوست بودیم، عاشق هم نبودیم. من کم عقل نیستم که فرار کنم. من کارم واسم خیلی مهمه و اون اصلا برام مهم نیست. پس این حرفای بیخود و نزن و دیگه اذیتم نکن. ول کن دیگه. باشه صبر کن. فقط اینو بگو ببینم میتونی اطلاعاتو برگردونی یا نه. آقا سرورها کلا خراب شده، هنوز هیچی نمیدونیم. چطورم چیزی ممکنه؟ ویروس وارد تمام سرورها شده، برای همین کامپیوترها کلا از کار افتاده. نمیتونیم اطلاعاتو برگردونیم. سعی می‌کنی بعد از اینکه کامپیوترها رو تعمیر کنی بفهمی مشکل چی بوده. واقعا که مسخره است. ما داریم میریم لندن و هیچی نمیتونیم با خودمون ببریم، حتی ایمیل هم نمیتونیم بفرستیم. ریتویک، ممکنه پالاک از اطلاعات کپی داشته باشه. عالیه. اینجوری مجبوریم بهش زنگ بزنیم. راهش همین. آمان سری بهش زنگ بزن. چشم آقا. نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. میشنوم، بگو چی کار کردی؟ آره حتما. میتونی یکی رو بفرستی یه کپی بهش بدم؟ مهم نیست. خداحافظ. عزیزم قهوه درست کردم، همونجوری که دوست داری. خاص. ممنونم. ولی با قهوه یه نصیحت برات دارم. هیچ موقع قهوت مجانی نبوده. نصیحتت چیه ها؟ تو برو کپیو بهشون بده، با ریتویک حرف بزن، هر اتفاقی افتاد و فراموش کن. شاید اون خیلی مغرور باشه ولی تو عین اون نباش پالاک. باید باهاش حرف بزنی. بگیر، بهش زنگ بزن. زود باش پالاک، زود باش دیگه. فقط همین یه دفعه به خاطر من لطفاً. خواهش میکنم زنگ بزن. زنگ خورد. تلفن رو قطع کرد. بهت نگفتم بذار راحت باشه؟ چرا این کارو با من میکنی؟ ولش کن دیگه. لیوانا رو بیار.
برید بالا. به سلامتی. خیلی خوبه، فکر کنم بهترین روش واسه فراموش کردن جدایی. جشن. آره درسته، چون که نمیشینیم گریه کنیم، اینطوری ممکن بود تو داغون بشیم. ما لیاقت این جشن داریم. بهترین جشن. آره باشه. پس امروز آهنگ میخونیم و کلی سر و صدا میکنیم. سعی میکنیم کل شاهزادمون رو خوب کنیم. آره موافقی؟ میدونی چیه؟ حق با مامانم. خودم کافیه. ولی میدونین چیه؟ تو امروز خیلی خوشگل شدی. پسرم دمای لندن میاد پایین، با خودت لباس گرم ببر. چشم مامان. سلام. نیازی نیست اینجا باشم، لطفا سعی کن میکنم آروم باشی. گوش کن بهم. بعد از کاری که ریتویک با پالا کرد دیگه نمیخوام ببینمش. از ته دلم ازش متنفرم. میخوام برم ریوا رو ببینم و باهاش حرف بزنم. ببین میخوام این خبر رو گزارش بدم. این کارو میکنم. بذار برم. من تو رو به 2 دلیل آوردم اینجا. خب اولش این کارو کردم چون میخواستم ریتویک بدونه که زیاده روی کرده. خیلی اشتباه کرده و دوستی اینجوری از بین نمیره. و دومیش الان بیا بهت نشون میدم. چی؟ دیگه خودت میفهمی. ریتویک، من با پالاک حرف زدم. برو خونه‌شون رو یه کپی از اطلاعات تو راه فرودگاه ازش بگیر باشه. چرا ناراحتی؟ ناراحت نیستم. ها؟ یالا بیا بریم برقصیم. خوش زود باش. ازت واقعا ممنونم. تو خنده‌های ریوا رو برگردوندی. این حرفا رو تو کدوم سریال شنیدی؟ ببین اون دوست نزدیکمه، نیاز به تشکر ندارم. تو رفیق خیلی خوبی هستی. آره میدونم. همشو تو سریالا شنیدم. واقعا؟ آره؟ بیا بریم برقصیم. ولی من الان دلم رقصیدن نمیخواد. من میرم فعلا. میناهاش، جشن جدایی ریوانون انحصاری تو روزنامت منتشرش کن. چی؟ ریوا میخواد قایم کنه و تو میگی منتشر کنم؟ آره، فکر میکنم همین درسته. روزنامه ها رقابت میکنن تا خبر رو منتشر کنن، مگه نه؟ نظرت چیه؟ حتما ریوا به موقعش خوشحال میشه. درست میگم نه؟ چیزی که میگی درسته. خیلی بامزه، دختر قوی به نظر میاد. یعنی موافقی؟ در این مورد داره، ولی این دلیل نمیشه که بخوای فکر کنی این که دلیل نمیشه که ما عاشق هم بشیم و من منتظر جواب تو باشم، چون تو دفعه قبل به من جواب رد دادی. همه حرفاتو بهم گفتی، درسته؟ این دفعه بهت جوابو میگم. باشه. به خاطر جشن. اون شیتا دوست پالاکه. اینجا چه کار میکنه؟ روحیت پسرم، منو به دوستت معرفی نمی‌کنی؟ بابا این شیتا خبرنگار خیلی خوبیه. سلام عمو جان. سلام. خب شما از کی هم دیگه رو میشناسید؟ زمان زیادی نگذشته. تو کجا زندگی میکنی دخترم؟ تو همین منطقه. پنجابی باج. شغل پدرت چیه؟ کارمند قسمت اداریه. بالا میبینمتون. میدونی پالاک، میخوام یه چیزی بهت بگم. من خیلی خوشحالم که تو به بمبئی میری و اونجا کار میکنی. مهمترین که عاشق پسریم از دهلی نشدی. برای همین تصمیم گرفتم حالتو خوب کنم دخترم. یه جوون مرتب تو بمبئی پیدا کردم. 3 آپارتمان جنوب بمبئی داره و تحصیلاتش هم خوبه. برای همین گفتم این داستان اونجا محقق بشه. تو دقیقاً مثل مادرتی. همه یه کاری که میتونی بکنی همین. تو هم مثل همه یه دخترایی. چی شد دخترم؟ دخترم به چیزی فکر میکنی ها؟ مامان، تو فقط راجع به پسرهای پولدار حرف میزنی. اینجوری مردم درباره تو فکر بد میکنن. ولی من میدونی دیگه چه فکری میکنن؟ فکر میکنن تو پول دوست داری. به این فکر نمیکنن که تو دخترتو دوست داری و دلت میخواد خوشبخت شه. ولی دخترم این اصلا درست نیست. میتونی این حرفا رو یه جور دیگه بزنی. دخترم این مسئله خجالت آوریه ها.
این یه رسمه مگه نه؟ قبل از ازدواج خانواده دختر راجع به درآمد داماد میپرسن و میفهمن وضع مادیش چجوریه. مگه اینجوری نیست دخترم؟ فرقی نمیکنه اگه به انگلیسی راجع به درآمدش و وضع مادیش بپرسی یا به هندی ازش بپرسی. این که جوون پولدار میخوایم اشتباهه. مسئله رو پیچیده نکن دخترم. ولی مامان این حرفا باعث سوء تفاهم میشه. تو خیلی خوبی مامان، به قدری که فکرشم نمی کنی. تو همیشه به فکر منی. تو خیلی خسته شدی و کسی این خستگی تو رو نمیبینه مامان. هیچ کس نمیبینه. پالاک دخترم، پالاک بشین عزیزم. میدونی چرا همیشه برات دنبال یه پسر پولدار میگردم؟ چون که وقتی بچه بودی داداشتو دیدم که داشت جلوی چشمام میمرد و نتونستم براش کاری بکنم. من مادرش بودم و نتونستم زندگیشو نجات بدم. برای همین تو الان دکتر شدی و من میگم من اصلا نمیخوام وقتی بچت مریض شد این ناتوانی رو برای درمان بچت ببینی. برای این کار باید درآمد کافی داشته باشی. من تو رو میشناسم ولی میترسم. ولی من میترسم زندگی بهت رحم نکنه. باور کن من میخوام شوهرت پولدار باشه. دلیل دیگه ای ندارم. حرفای مادرتو میفهمی عزیزم. اصلا بد برداشت نکن عزیزم. من فقط میخوام خوشحال باشی. همین. چیزی جز خوشبختی دخترم برام مهم نیست. هیچ کس جز تو برام مهم نیست عزیزم دخترم. ریوا چی شده؟ میخوام تنبیه هم کنی. تنبیهت کنم؟ خیلی ناراحت میشی. درسته حقمه. من باهات خیلی بد حرف زدم. مهم نیست. اگه این حرفا رو به من نزنی به کی میخوای بزنی؟ اگه به من که داداش واقعیتم این حرفا رو نزنی به کی میخوای بزنی ها؟ ریتویک اگه تو داداش واقعی نیستی پس کیه؟ ببخشید داداش. نمیتونم بذارم ناراحت بمونی. نه منو دوباره یاد حماقتم ننداز. من احساس گناه میکنم. خب باید بهت بگم وظیفه برادر اینه که بذاره خواهرش یاد حماقتش بیفته. یعنی من. الانم ناراحت نشو. فعلا مشکل دیگه داریم. برای اتاقت نقشه ها کشیدیم. واقعا؟ بازم اتفاق؟ من اینجا میمونم و هیچ جا نمیرم. اتاقم من فراموش کن. این حرفت ناراحتم کرد. میدونی به چی فکر میکردم؟ اتفاقی که افتاد خوب بود. من از سامر خیلی بهتر نبوده. خیلی؟ چه فکر مهمی. اینطور نیست؟ پسر پولدار و خیلی مردمی و زشت و خیلی بود. حالتون خوبه؟ اگه خیلی بد بود پس چرا داشت با خواهرمون ازدواج میکرد؟ چون این خانم دوستش داشت و چون پدرم گفت هر کاری حاضره براش بکنه. این حرفا مهم نیست. من الان خیلی خوشحالم که از دستش خلاص شدم. از دستت راحت شد. واقعا؟ یادتون باشه این اتاق منه. فهمیدین؟ هیچ وقت نمیگیرینش. دیدی؟ نگفتم حالش خوب میشه؟ خیلی خوشگل شده. همه چی تقصیر تو بود. همش که نه. اگه میخوای ازم تعریف کنی مشکلی ندارم. خیلی خوب تشکر کن و برو. ممنونم. دختر بامزه. اوه کجا داشتی در میرفتی؟ من که همینجا. انگار گریه میکنی. نه اصلا گریه نیست. خاک رفته تو چشم. مردا که گریه نمیکنن. اصلا این حرفای مزخرفا به من نزن. مرد مگه آدم نیست؟ برای همین دوستت دارم. چرا دوستم داری؟ واقعا میخوای دلیلشو بدونی؟ آره باشه بذار سعی کنم.
نه به دلیل شوخیای مسخرت، نه به خاطر اینکه داری کچل میشی، نه به خاطر دروغایی که همیشه میگی. دوست دارم چون که اشکاتو مخفی نمی کنی و اینکه نمی ترسی احساساتو بگی. این خیلی خوبه. عشق مخفی تو دوست دارم و اشکای با ارزش تو. همه چیز تو دوست دارم. منم دوست دارم. فقط میخوام یه چیزی بهت بگم. میتونم خیلی هم خشن باشم چون قدیمی و سنتی هستم و فقط چون آنانیا اونجا بود دلم نمیخواست ریوا رو بزنم وگرنه میزدم. باور میکنم. واقعا برام سخته. میدونی که چی؟ آره میدونم. مامان داره بابا رو اذیت میکنه. همه چی خوبه. بابا بیا اینجا هیچکی اذیتت نمیکنه. با احترام کامل باید برخورد میشه. دقیقاً. یالا بابا بیا برقصیم. آره منم موافقم. غم و غصه بسته. بیا برقصیم. ولی زن بیا منم دیگه یه رقص پر نه انرژی. کجا؟ روحیت پسرم انگار این دختر خیلی خوشگله. آره بابا. ازش خوشت میاد؟ سعی نکن به من دروغ بگی. ازش خوشت میاد؟ آره بابا. انتخاب پسر با جنممو خیلی خوب میشناسم. ممنون بابا. واقعا ازش خوشت اومد؟ بابا من فکر میکردم تو بگی از خانواده متوسطی چون که پدرش کارمند ساده تو قسمت اداری هنده. من فکر میکردم بگی در حد خانوادمون نیستن. نه پسرم چرا وارد موضوع سطح خانواده ها بشیم؟ انتخاب شما دوتا برامون مهمه. ما خیلی خوشحال میشیم اگه ببینیم تو و آنایا خوشحالین. ممنون بابا. خوشحالم کردی. ولی تا الان منتظر جوابشم. واقعا؟ خب برو قانعش کن. شجاع باش. این پسر خوشتیپ منه. هیچ دختری نیست که بهش جواب رد بده. باشه بابا. بیا با هم برقصیم. با من؟ آره. برای چی داری تشویقش میکنی؟ این دختر مناسب خانواده ما نیست. شاید پدرش زیاد پولدار نباشه اما یه قلم داره که اگه باهاش یه امضا بکنه میتونه پروژه 4 میلیاردی ما راه بندازه. من قبل از اینکه کاری بکنم بهش فکر میکنم. حالا میتونیم از جشن لذت ببریم. یا میبریم برقصیم. امروز خیلی قشنگه. نباید از دستش بدیم. سلام. سلام. خانم زیبا فقط داری میخندی. همیشه خندون ببینم. تو همینجوری بخند. منم همیشه میخندم. جان آب بیا لطفا. سلام بیا. زود باش. چه حشمت. 2 تا لیوان بیار. باش. چرا دوستش آوردی اینجا؟ ببخشید اینم مهمونه هم دوست منه. ببینم تو اصلا به حال ریوا فکر نکردی؟ ریوا از دستش ناراحت نیست. از اون قضیه رد شده. ببینش خیلی خوشحاله. اینقدر برای من بهونه نیار. خب به این زودی فراموش نمیشه. یکم فکر کن. ببین من میدونم تو داری به این قضیه حسودی میکنی. سعی کن که یکم به خودت مسلط باشی. یه طرف فکر نکن. برای یه بارم که شده برو از پالاک سوال کن. دیوونه شدی؟ نمیخوام از کسی چیزی بپرسم. مزخرف نکن. ندیدی مادرش چی کار کرد؟ روز دوم اومد دنبال پولش. انگار ما پولشو نمیدیم. آخه کی این کارو میکنه؟ اون خیلی طمعکاره و دنبال پول گرفتنه. تا الان دنبال پسرای پول داره و دخترش هم به خودش کشیده. این حرفا درست نیست. یه بارم که شده با پالاک صحبت کن. به خاطر من. فقط یه بار. دوستی تو به خاطر یه سوء تفاهم ساده باهاش خراب نکن. واقعا حیفه. زود باشید فیک. قبل اینکه بری لندن باهاش صحبت کن. سلامتی. خیلی خوب. برو خونه دکتر پالاک. نگران نباش پسرم. همه چی درست میشه مگه نه؟ درسته. بفرما بخور. باشه. به اونم بده. بفرما. حالا اومدی عجله کن. باید وسایلتو آماده کنم. بعضی لباسات اتو میخواد. درسته؟ یالا کمک کن تا زود تمومش کنیم. کلی کار داری دختر. حالا کمک نمیخواد. زود باش. حالاک میخوای اینو نگهش داری؟ خاله چیه؟ چی شده دخترم؟ ببخشید که ما بی خبر اومدیم ولی پدر سامر ما رو انداخت بیرون.
مشکلی نیست دخترم. فکر کن خونه خودته. درسته خونه کوچیکه ولی دلم خیلی بزرگه مگه نه؟ ها؟ میتونی اینجا بمونی. دخترم پالاک داره میره و خنده رو با خودش میبره. اگه تو بمونی خوشی و خنده برمیگرده. یا اول بریم چایی درست کنیم ها؟ یا بریم پالاکی خورده وای سلامیام. مامان چیه؟ یه لحظه میاد. الان برمیگردم. یه لحظه. بگو چی شده؟ ها؟ چی کار داری میکنی؟ چی؟ اگه سامر و رادیکا اینجا بمونن پس کی میتونن مستقل شن؟ ببین دخترم، سامر تنها پسر از این خانواده پولداره. خانواده‌اش الان عصبانی هن. چند روز بگذره آروم میشن و همه چی حل میشه. وقتی که بچه رادیکا رو ببینن خیلی خوشحال میشن و همه چی رو فراموش میکنن. مخصوصا اینکه سامر تو زندگیش ریوا رو دوست نداشت، ولی ما تو روزای سخت کمکش میکنیم. حتما بعداً یاد ما میفتن و ما رو فراموش نمیکنن و ازمون تشکر میکنن. یه چیز دیگه، حتما پسرای خوبی دور برشون هستن. پسرای از خانواده‌های بزرگ مثل خانواده‌های نون و آدمایی مثل خودشون. یعنی فقط وقتی جلوی اینا از ما تعریف کنن آشناهامون زیاد میشن مگه نه؟ نترس دخترم، من به فکر آیندت هستم. همه چی رو در نظر میگیرم. آره تو خیالت راحت باشه، من کارمو خیلی خوب بلدم. حتما برات شوهر پولدار پیدا میکنم. خیالت راحت. مامان ریتویک از من عصبانیه. فکر میکنه من این کارا رو کردم. اگه بذاری سامر و رادیکا اینجا بمونن بازم فکر میکنه همه چی تقصیر منه و از دستم ناراحت میشه. واسه ناراحت بمونه، تو اهمیت نده ناراحت میشه. واقعا که دیوونه دختر. برو فرودگاه. ولی ما تو روزای سخت کمکش میکنیم. حتما بعداً یاد ما میفتن و ما رو فراموش نمیکنن و ازمون تشکر میکنن. یه چیز دیگه، حتما پسرای خوبی دور برشون هستن. پسرای از خانواده‌های بزرگ مثل خانواده‌های نون و آدمایی مثل خودشون. دیگه باید بری. وسایلتو جمع کردی یا نه؟ آره بابا تموم کردم. خیلی خوب خیلی خوب. خوبه. یه لحظه پالاکی غذا رو ببر عزیزم. خیلی مراقب خودت باشه مامان. مامان گوش کن، آمان از شرکت میاد، بی زحمت اینو بده بهش. باشه دختر، یادم میمونه. باتریش تموم شد. بله آمان. من رسیدم خونه پالاک. فکر کنم خیلی عجله داشته. هاردار رو اشتباهی گذاشته. تلفنش هم خاموشه. حتما عمدن این کارو میکنه. میخواد ما رو اذیت بکنه. چی؟ من حلش میکنم. حتما پول میخواد تا هاردو بهمون بده.
من فکر کثیف این جور مردم ها رو خوب میشناسم. حلش میکنم. خواهش میکنم بهم نگو هارد اشتباهی رو گرفته. از عمد این کارو کرده. باید جلسه بزنیم ببینیم چجوری مسئله رو حل کنیم. نگران نباش، درست میشه. حتما از همون پول و پله میخواد. اون خوب میدونه این جلسه چقدر مهمه. من میدونم داستان چیه. از همون اول پول میخواست. باورم نمیشه پالاک اینجوری باشه. باورت بشه، چون عین مادرشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونا خیلی طمعکارن. چند دقیقه میرم و برمیگردم. چند تا تماس ضروری دارم. نباید این مبتدی‌ها رفتار کنی. خیالت راحت، همه چی درست میشه. باشه، من میرم سالن انتظار. زود بیا اونجا. ریتویک، خدا رو شکر که تو رو اینجا دیدم. این همون هاردیه که باید بهت میدادم. اشتباه اون یکی رو تو خونه گذاشتم. اشتباه از من بود. اشتباه شد. من خیلی عذر میخوام. این همون هارده؟ ممنون. میرم مطمئنشم خودشه. دیر نکنی. ریتویک گوش بده. من نمیدونم این سوء تفاهم چجوری به وجود اومد، ولی مهم نیست. فقط بگو من چی کار کردم. من نمیفهمم. واضحه. تو فقط یه زبانو میفهمی. این بابت زحماتیه که کشیدی و همینطور همه اضافه کاریت. چی؟ پول بیشتر برای اضافه کاریت. حتما خیلی هم خسته شدی. حتما. واسه همین گرفتم. این خدمت شما باشه. جناب راهب، با این پول غذا پخش کنید. این نظر یه نفره. این کار از طرف ایشونه. اگه امروز داروی ما رو تایید کنن به 100 نفر غذا میدن. حتما. اینم پولش. اون میخواست این غذا بین فقرا پخشه. باشه، اسمشو بگو دخترم. ریتویک نور. ریتویک نور. به مردم فقیر غذا میدیم. با من بیاین.